خشونت خانوادگی هیچگاه نباید پنهان ماند وگرنه مثل سرایت دامن پهن کرده به نفران دیگر اثر میکند. فعالان حقوق زنان در تاجیکستان میگویند ادامه خاموشی زنان در برابر لطوکوب همسران فاجعه انگیز است. اینجا باید که یک گروه‌های جمعیتی باشند. یک گروه‌های جمعیتی باشند که یک خیلی نظارت می‌یا که همکاری می‌یا که در گرد اطراف همین پروبلم‌ها چیکار می‌کنند такое расследование общественное. گرد اطراف همین تا آخر رسانند که همین چیز به مقصد رسد. چون که اکثریت از دو طرف میگن که نه پروبلم نبود، همه نقض زندگانی میکنند. حادثه های خودکشی زنان جوان در تاجیکستان در این اواخر شبیه همند. جامعه شناسان هم بر این باورند که معمولا زنان تاجیک با این اندیشه که نباید گپی خانه به کوچه براید همه درد و مشکل را در خود نگاه می‌دارند. بسیارتر به ما مراجعت میکنند زنانی که اونها در عرفه جداشوی است. اوای خشونت دیدگی زد و کوب دیدگی اینها وایو پنهان می‌دارند. وقتی که کار به جای اومده رسید که وای مجبور بشه وای سلامتیش گم میکند. ایده از کارشناسان میگویند که بی‌توجهی مردها به مشکل خانوادگی سبب شده است که با وجود به تصویب رسیدن سندهای حقوقی زورآوری در خانواده کاهش نمی‌یابد. همکنون در اکثر وظیفه‌های مسئول مردها فعالیت دارند، اما آنها به تطبیق این قانون و قرارها چندان میل نشان نمی‌دهند و هنوز هم خشونت به عنوان مشکل داغ باقی مانده است. خوب شده است به نوبت گرفته نمی‌شود. جدیت بحث اولوی از جانب مقامات حفظ حقوق تا حال همچنین مسئله جدی قبول نشده است. تا حال اینا برداشت همون شعبه‌های زنان میکنن که از شعبه‌های زنان از دست اونها هیچ کار نمی‌آید. بنا به اطلاع کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان همساله در کشور حدود 400 زن و یا هر روز یک نفر قصد جان خود میکند.